از مزار تا قندهار، از هرات تا کنر و دکتر صاحب عبدالله ملت رای داده. امروز دکتر عبدالله تبدیل به یک نماد مظلومیت و بیچارگی در برابر یک دستگاه فاسد شده و این دستگاه فاسد اگر حرف ما را نشنوه، ما این جریان خیابانی را به جریان حاکم قدرت تبدیل میکنیم. و این عزم دانستانه است. رمضان و گشنگی و گرمی و سردی خود مانع نمیشه. خب این محاسبه غلطه، این محاسبه واهی و بی‌بنیاده که دیگه این ملت در برابر تقلب سر میمانه و میپذیره که 20 سال دیگه زیر یوغ نرم به نام دموکراسی زندگی کنه. ما این باطل و بدعت نمیپذیره. تکرار میکنم، هم باطل است هم بدعت است. خب یک موضوع دیگه چی است؟ موضوع دیگه ای است که با ما مذاکرات آغاز کردن. من به خاطر حرف دیپلماتیک نام نمیگیرم که یکی از بلندپایه‌ترین مقامات را مراجعه کرده که ما صحبت میکنیم. چرا نه؟ من اجازه گرفتم از رهبری صحبت کردم. من الفاظشان براتون میگم برادران. یک حرفشم، یک کلمهشم ساختگی تقلبی مبالغه آمیز نیست. ما ملت خدا به خاطر به قدرت رساندن چند شخص به پا نخواد خستاندیم. این یک دایه بر حق است، این یک مقاومت سیوم است، این به پیروز میرسانه. اما چی میگه؟ میگه امرالله خان برادران تمام ثبوت نشان میده که شما برنده هستید. مگر فیصله میگه تمام ثبوت نشان میده که برنده هستید، ولی فیصله ما ایست که به شما قدرت نمیتون. من میگم تو کیستی؟ ملت رای داده یک تا کتله کوچک حریص به من قدرت نمیده، بزار از پیشت میگیره. ما در صورتی که رایی که با انگشت دادیم شمرده نشه مشتم داریم. پیام اولش همی بود، پیام دومش با ما چی بود؟ برین بپذیرین که طرف مقابلتان با جهل، با تزویر، با دروغ قدرت بگیره و شما خیرات بده. اگر که نمیپذیرین، اگر خیرات نمیپذیرین، بیاین عمر آقای کرزی تمدید کنین و قدرت باشه 1 سال دیگه. دندانش رو ماینا میکنین. آره یا بپذیرین که سر یوغ جهل و تقلب زندگی کنین یا اون طرف به شما طالبان هستن. من برش گفتم که ما پلان اول نداریم، دوم نداریم، سوم نداریم. پلان اول ما عبدالله به حق میره، دوم ما عبدالله به حق میره، سوم ما عبدالله به حق میره. ما چیزی به نام پلان مصلحتی نداریم، خیرات نمیخواهیم، مملکت از ماست. ما خیرات نمیخواهیم، مملکت از ماست. بخاطر از اینکه گرد دراز نشه روی بزرگوار همه منتظر شما هستن. من پیشنهاد دارم که از اینجا رفتن تا محل تجمع عمومی راه درازی است. در بین ما شما بزرگان منتظر ما روزافیدا تشریف دارند. بر از اینا 5-6 کیلومتر راه کردن مشکل است. من خواهش